كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. روزها فکر من این است و همه شبها سخنم که چرا غافل از حال دل خویشتنم. از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر، نه نمایی وطنم. با سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. مسیر زندگی ما ایستگاه‌های مختلفی داره که کمتر به اون توجه کردیم. اون چیزی رو که ما در زندگی مشاهده می‌کنیم همیشه به فکرش هستیم، همیشه به فکر فردا و فرداها هستیم و ذهن ما رو مشغول کرده. بیشتر دغدغه ما در زندگی و هم تلاش ما به خاطر اینه که فردای بهتری داشته باشیم. اما یک واقعیتی که شاید کمتر به اون فکر کردیم فردای دنیای ماست. مسیری که همه باید در اون گام بگذاریم و سفری که همه باید برای اون آمادگی بگیریم. سفر بسیار مهمی به نام سفر آخرت. با شما در این برنامه تلاش خواهیم کرد یک نگاهی بیاندازیم به مهمترین سفر زندگیمون، سفر آخرت. سفری که باید حتما اون سفر رو پشت سر بگذاریم، سفری که شاید تا به حال اونقدر بهش فکر نکردیم و آمادگی نگرفتیم. ما رو همراهی کنید در این برنامه ها به خاطر اینکه بیشتر آشنا بشیم با این سفر مهم و به خاطر اینکه بهتر بدونیم چگونه در این سفر آمادگی بگیریم و سفر بهتری داشته باشیم تا خدایی نکرده اون لحظه‌ای که به ما میگن بار سفرتون رو ببندید دست خالی نباشیم و مجبور نشیم این سفر رو با کوله‌ای از گناه و با کوله‌باری خالی از ثواب آغاز بکنیم. جناب مولانا منجب الرحمن انصاری میهمان برنامه ما هستند در سفر آخرت، در برنامه سفر آخرت و با هم درد دلی خواهیم داشت در این مورد. جناب مولانا سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم حضور شما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. ما هم خدمت همه برادران و خواهران و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و ادب و سلام و احترام دارم. خدمت جناب استاد سلیمانی سید بزرگوار و همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدواریم که در این برنامه‌ای که از نامش پیداست سفر آخرت، الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بدهد که از این برنامه
درس درست و صحیح گرفته و جامعه عمل پوشیده و متوجه این سفره که سر تا پا پر از نشیب و فرازها، پر از سختی و آسانی هاست. الله سبحانه و تعالی این سفر برای همه ما به خیر و به خوبی بگرداند. آمین. جناب مولانا، ما وقتی از موت صحبت میکنیم و از مرگ صحبت میکنیم، به تعبیری دیگر از دنیای بین این دنیا و قیامت صحبت میکنیم، برزخ. منظورم از موت چیه؟ موت به چه معناست؟ برزخ چه معنایی داره و چه صفاتی داره؟ مسئله وقتی که انسان ارتباطش از دنیا قطع میشه، یعنی از این دنیایی که با همه نشیب و فرازهای قدم میگذاره به عرصه دنیای دیگر، تعبیرات مختلفی داره. در بعضی اقوال آمده که قیامت صغرا، بعضی اقوال آمده برزخ، بعضی گفته شده موت. مسئله قیامت صغرا، چون در بعضی اقوال آمده که من مات فقط قامت قیامته، از این گرفتن که خود مرگ قیامت صغرایه و ارتباط این که عالم برزخ یا برزخ گفته شده، خود برزخ در کلام عرب و در لغت عرب به معنای حاجزه، حاجز بین شیئین، یعنی بین دو چیز که یک فاصله ایجاد بکنه، او برزخ گفته شده. و در آیات هم بیان میکنه و جعل بینهما برزخا، یعنی جریانی که بین دنیا و بین آخرت یا بین قیامت، موضوعاتی و انسان به او روبرو میشه، این میگن برزخ. و همچنین آیه دیگر هست که الله سبحانه و تعالی میفرماید و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، یعنی از لحظه مرگ که ملک الموت به بالین می نشینه و انسان قبض روح میکنه تا لحظه ای که انسان ها برانگیخته میشن به صحرای محشر، به تعبیر این آیه مبارکه این برزخ گفته، یعنی موضوعی که بین دنیا و آخرته. خود مسئله موت وقتی که نگاه کنیم میگه تعرف الاشیاء باضدادها، هر چیز بر ضدش شناخته میشه. وقتی ما سردیر ببینیم گرمیر مثلا میشناسیم، چون ضد گرمی سردیه. وقتی ما شب میبینیم ضد شب روزه. وقتی نور میبینیم ضدی و ظلمت، ضد ظلمت نوره. مسئله موت ضدی و حیاته و ضد حیات هم موته. اگر لغتاً این معنا کنیم، به معنای موت یعنی السکون، یعنی آرام، بدون تحرک، بدون نمو، ساکن میشه. حیاته که رشد داره، نمو داره، حرکت داره. موت به معنای سکونه. و گفتم شده که الموت ما لا روح من، و چیزی که در از روح نباشه او موت میگن. پس به طور خلاصه و فشرده قیامت صغرا از قول من مات فقط قامت قیامته گرفته شده، و برزخ چون بین دنیا و آخرت که انسان ها حشر میشن، موضوعاتی که رخ میده، به او تعبیر برزخ گفته شده. و موت هم
چون انسان از همه تحرک باز می‌داره، از رفتن، از شیشتن، از در عالم ظاهر کل تحرکاتی که در او جسد بود، از رشد و نمو و دیدن و شنیدن و از این مسائل کلن او رو باز می‌داره. به این واسطه ساکن میشه، ایر موت میگن. جناب مولانا، این سکون و این به هر حال تغییر و دگرگونی در زندگی دنیا که ما از اون عنوان مرگ یاد میکنیم، آیا قابل پیش بینی هست؟ آیا میشه تعیین کرد که ما کی از این دنیا بریم؟ آیا امکان داره که کسی جان سالم با در برده باشه از این سفر؟ ببینیم شما، قرآن عظیم و شان ارتباط به مسئله که مرگ حتمی و لازمیه به بین انسانها موضوعی که اختلاف نیه و اتفاقیه قضیه مرگه. حتی کسانی که خدا را قبول ندارن ولی معتقد به مرگ هستن، اعتقاد دارن که مرگ روزی اونها فرا میگیره و اونها روزی به این زندگی خاتمه میدن. مسلمان و کافر اتحاد. مسلمان و کافر. تن حقیقتی کم اختلاف در جریانی که اتفاقی بین انسان و انسانیت جریان مرگه. قرآن عظیم و شان آیات زیادی در این باره اشاره میکنه. کل شیء هالک الا وجه، همه چیز در هلاکت میره غیر از ذات اقدس الهی که حی قیومه و ذاتیه که مالک الملک ازل تا به ابده. و آیات دیگریه که کل من علیها فان، همه چیز فانی میشه و یبقا وجه ربک، و چیزی که باقیه که او ذاتی که هو الاول والآخر والظاهر والباطن، ذات اقدس الهیه. و اگر مرگ فرصت میداد برای انسانها که باید او فراه نمیگریفت، خیر البشر، افضل الانبیاء، سردار انبیاء، منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، باید مرگ به سراغ اونها نمی رفت، چون به بین انسانها خیر البشر و بین انبیاء سردار انبیاء. ولی قرآن عظیم شان میگه انک میت و انهم میتون، و این مرگ به سراغ تو هم میآید و ای پیامبر، و چنین هم شد که آمد. و اما قضیه و موضوعی که اشاره کردیم که آیا در مرگ وقت مشخصی هست تعیین شده و این چگونه هست، باز هم چون قرآن عظیم و شان بهترین کتابیه که در این موضوع به صراحت بیان کرده. در آیات زیادی ما داریم که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و ما کان لنفس ان تموت و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. مرگ به سراغ هیچ نفسی نمیآید مگر به اذن الله سبحانه و تعالی. و او چگونه هست؟ کتاب مؤجلا، در او دفتری که اسامی شخص به شخص، فرد به فرد در او کتاب تحریر شده. فلان ابن فلان چی وقت در دنیا میآید و در کدام موعد و وعده از دنیا میره. کتاب مؤجلا. انسان هایی که در دنیا به مرگ طبیعی فوت میکنن، انسان هایی که کشته میشن، انسان هایی که به آب میافتن، انسان هایی که به آتش میافتن، انسان هایی که به تصادف، انسان هایی که به هواپیما و بالاخره طیاره، در اشکال گوناگونی خلاصه از دنیا میرن. او فقط یک سبب و وسیله شده مگر انمو وعدگاه نابوده، انمو لحظه
اجل رسیده و فرصت نداده که تأخیر بشه. آیات دیگری داریم که الله سبحانه و تعالی میگه اینما تکونوا یدرککم الموت. هر جایی که شما باشین مرگ شما رو فرا میگیره. زمانی که وعده برسه، چی داخل طیاره باشیم، چی داخل موتر باشیم، چی داخل آب باشیم، چی داخل خلاصه پارک باشیم و مرگ به سراغ شما. حتی قرآن اشاره میکنه اینما تکونوا یدرککم الموت. اگر به کاخهای سر به فلک کشیده هم انسان باشه و زمانی که وعده رسید، آن وقت الله سبحانه و تعالی او ملکه که موظفه روان میکنه و او وظیفه خود انجام میده. آیه دیگری که الله سبحانه و تعالی اشاره میفرمایه در سوره واقعه نحن قدرنا بینکم الموت. این ما اندازه کردیم به شما که چی وقت مرگ به سراغ شما می آید، یعنی تعیین شده و بالاخره. پس خلاصه که صحبت رو جمع بکنیم به اینه که موت وقت مشخصی داره و او وقت مشخص از او برای ما مجهوله. یعنی هیچ کسی نیست که اطلاع داشته باشه کسی از دنیا چه موقع اطلاع داشته باشه که چی وقت از این دنیا میره و چی وقت مرگ به سراغش می آیه. و تا حتی خیلی از انسان‌ها مریض بودن، در حیات ماندن و خیلی از انسان‌ها در صحت بودن که از دنیا رفتن. چون در عالم ظاهر ما میگیم فلان شخص مریضه، خب مریضی شاید او از دنیا ببره و سبب رحلت از او بشه. تو دکترها جواب کردن بعضی وقتا. اما او صحت پیدا میکنه و یک صحتمند از دنیا میره. چون در این باره هم حتی اولیا خبر نداشتن از وقت وفات. حتی انبیا علیهم السلام قبل از قبض روح انبیا اسرائیل می آمد میگفت که اذن و اجازه میگرفت که این لحظه شما پره شده، تمام شده، میخواید زندگی کنید یا که بعداً اشاره میشه سر از این موضوع. تمام انسان ها آیه قرآنه که الله سبحانه و تعالی میفرمایه و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. انسان نمیدانه که فردا چی واقعی رخ میده و انسان نمیدانه که در کدام زمین میمیره. و چون این مسئله غیبه، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. این مسئله غیب هست، مسئله که تعلق به ذات اقدس الهی داره و غیر از ذات اقدس الهی هیچ کس نمیدانه که چی وقت مرگ به سراغش می آید. چنان به من آیاتی که شما اشاره فرمودید وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنیم و همونجوری که اشاره فرمودید مسئله غیب مسئله هست که نیاز داره انسان از مصدر غیب و از الله متعال و کلامش و از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم استفاده بکنه برای شناخت اونها. و برای شناخت بیشتر مرگ اگر بخوایم به سراغ قرآن کریم بریم، چه آیاتی به ما کمک میکنه تا تصویر بهتری داشته باشیم از قرآن کریم در باب مرگ و در آشنا شدن با مرگ؟ در قرآن عظیم و شأن اگر کل آیات ما بخواهیم بررسی کنیم که شاید اقذر فرصت و اقذر مجال نباشه، ولی به طور خلاصه و فشرده چند آیه اشاره میکنیم، ولو که اگر در این جلسه هم ختمم نشه میگذاریم به جلسات بعدی که یک روشنایی برای بیننده ها و برای عزیزها و اینها. چون مسئله موت بسیار مسئله مهمیه و عنوان بحث ما که سفر آخرته، مهمترین سفر آخرته. میگه هرگاه که از این جهانت ببرند، هرگاه که از این جهانت ببرند، از حلقه جمع دوستانت ببرند،
غافل منشین که از این جهانت ببرند، گر تو نروی کشان کشانت ببرند. همه انسان ها این مسیر رو باید طی بکنه. قرآن عظیم و شان آیات زیادی داره. الله سبحانه و تعالی میفرماید کل نفس ذائقة الموت، کل نفس ذائقة الموت. هر نفس باید مرگ رو بچیشه. و انما توفون اجورکم یوم القیامه. بره به طرف این که چی فرستاده در این دنیا 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال بوده زندگی کرده، چی چیز فرستاده؟ کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. بره ببینه که اگر از آتش جهنم خور نجات داده که خوشا به حال دو فقط فاز. اگر نتوانسته از آتش جهنم خور نجات بده و به جنت نزدیک نشده و رفته به طرف جهنم، آیه دیگه اشاره میکنه فقط اخزیته، در رسوایی رفته و بدبختی رفته. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر. این دنیا که ما زندگی میکنیم برای ابتلایه، برای آزمایشه که ما برای خیر روانیم یا برای شر. زمانی معلوم میشه که ما زمانی نتیجه دنیا رو میگیریم که کل نفس ذائقة الموت. وقتی مرگ به سراغ بیایه نتیجه اونجا معلوم میشه. الله سبحانه و تعالی قضیه مرگ طوری که قبلا اشاره کردیم یک قضیه که همه باور دارن. مثلا کفار، منافقین، شما ببینیم الله سبحانه و تعالی وقتی مثال بیان میکنه و یجعلون اصابعهم فی آذانهم، ادامه آیه میفرماید حذر الموت. اینها از ترس مرگ دستار انگشتار به گوش ها میکنن. منافقین یعنی مرگر منافقم میدانه، کافرم میدانه. اهل کتاب، یهود، نصارای، وقتی که با اینها گفته بشه که شما این مشکل دارید و این مشکل دارید که بحث طولانی نشه، آخر به این نتیجه که اگر شما واقعا در آخرت مشکل ندارید مرگ طلب بکنید. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولی ولن یتمنوا. از مرگ میترسن و مرگ قبول دارن که وقتی برن در حشر در اینها بر اینا مشکل ایجاد میشه. و همچنین قضیه مرگ یک قضیه که انبیاء علیهم السلام که بهترین انسان ها به واسطه انبیاء میگیم که یعنی مؤمنین که به طریق اولاک و انبیاء علیهم السلام به طریق اولاک مرگ و اینها قبول دارن، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. وقتی موت به سراغ حضرت یعقوب علیه السلام آمد. خلاصه در قرآن عظیم الشان لفظ الموت، نه الفاظی که بحث یموتون و میت و موتا و بحث مصدر بدون مشتقات و اینها، الموت بیش از 35 مرتبه در قرآن عظیم الشان الموت آمده. یعنی متوجه کردن این قضیه. و همچنین در قرآن عظیم الشان بیش از 75 مرتبه بحث یوم القیامه آمده، روز قیامت. وارد شدن به روز قیامت با این موت
ایستگاه اول مرگ است، بعدش باید هر انسان مرگ بچیشه تا اینکه وارد این روز بشه. پس در این باره آیاتی که آمده الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که قبلا گفتیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که اشاره شد. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران اشاره میکنه الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعنا، آنهایی که برای برادران خود گفتن که وقعدوا لو اطاعنا، اگر اینها می نشستن و اینها از ما اطاعت میکردن و اینها نمی رفتن در جنگ و جهاد و در اینا چه کار؟ ما قتلوا، اینا کشته نمی شدن، مرگ به سراغ اینها نمی آمد. الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه قل بگو شما که در خانه های خود نشستید، شما که نرفتید، شما حفظ کرده میتونید، نگه داشته میتونید از نفس های خیش مرگ را؟ این کنتم صادقین، اگر راست میگویید واقعا شما به جنگ نرفتید، به جهاد نرفتید، به مبارزه نرفتید، فکر میکنید که جهاد شما را به قتل میرسانه، فکر میکنید صحنه نبرد شما را به قتل میرسانه. نه، این کتاب معجله می نوشته شده، تعیین شده، نحن قدرنا بینکم الموت گفته شده. و اینجا الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که ای انسان ها، جنگ شما را نمیکشه، جهاد شما را نمیکشه، حتی دشمن شما را نمیکشه تا لحظه ای که همو تعیین شده و همو وعده الله سبحانه و تعالی نرسه. همه بعد همون لحظه که رسید هر جا که بود میرسه به هر حالت، همون جایی که مشخص شده و همون زمانی شما ببینید که بزرگترین درسی که برای ما و شما جریانی که اگه جنگ انسان رو نکشت، جریان خالد ابن ولید رضی الله عنه. خالد ابن ولید به بسیاری از غزوات شرکت میکنه، بیش از 100 جنگ شرکت کرد، غزوات بیش از 100 جنگ. و لقب چی میگیره؟ شمشیر خدا، سیف الله، شمشیر خدا. ولی روی بستر میمیره که به اون لحظه اشکان خالد ابن ولید میریزه و فریاد میزنه که تمام بدنمه جای نیزه و تیر دشمنه، زخم شمشیر برداشته بدنمه، ولی باز هم خالد ابن ولید روی بستر میمیره. جنگ نمیکشه انسان، میدان نبرد نمیکشه انسان. پس این آیه مبارکه ما وقتی عنوان این سفر رو گذاشتیم، عنوان این بحث یا این جلسه یا سفر آخرت، تا ای که یک مؤمن، یک مسلمان به این باور و یقین برسه که مرگ رسیدنیه زمانش هم مشخصه و زمان هم مشخصه، به دست ما هم نیست. هر لحظه که خدا انخواست میآید، چه در میدان جنگ باشه تا در سر بیماری. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی در سوره انعام اشاره میکنه که ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی الی الى آخر آیه. چی کسی ظالم تر از اونه که افتراه میبنده بر خدا، دروغ میبنده بر خدا و ادعای ازی میکنه که به من وحی میآیه و ادعای بالاخره همه دروغ و کذب و اینها. اخیر آیه اشاره میکنه فی غمرات الموت، این انسان اذ الظالمون فی غمرات الموت، این انسانی که دروغ به خدا ببنده، افتراه به خدا بکنه، ادعای پیامبری بکنه، ادعای بالاخره بیجا بکنه، فی غمرات الموت، این قرار میگیره در شدائد، در سختی های مرگ. پس این آیه الله سبحانه و تعالی
دانسته میشه که مرگ سختی ها داره برای او انسان هایی که یعنی دروغ بر خدا ببندن، ادعای پیامبری بکنن و بالاخره دست به ظلم و به جنایت و به اینها بزنن. فی غمرات الموت، در سختی های مرگ قرار میگیرن. یعنی خود این مرگ، خود قبض روح برای از اونها یک سلسله سختی ها و مشکلاتی داره. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی در سوره المؤمنون اشاره میکنه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. این به شأن کفاره. اذا جاء احدهم الموت، وقتی که بیایه برای یکی از کفار، وقتی که برای از اینا مرگ بیایه به سراغ از اینها، وقتی اینها این همه سختی ها، این همه مشکلات، این همه حالت نزع و حالت قبض و حالت برخورد خشن فرشته های عذاب بر اینها فریاد میزنن رب ارجعون، ای الله ما را بر بگردان، لعلی اعمل صالحا، ما را برگردان تا این که بریم او کارهایی که انجام ندادیم و از پیش ما ترک شده اینها را دوباره اجرا بکنیم، بریم موحد بشیم، بریم اطاعت از پیامبران تو و اطاعت از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، بریم نماز درستی بخوانیم، روزه درستی بگیریم، بریم بالاخره رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا، نه چنین نیست. دیگه او فرصت از شما گرفته شده، شما دیگه او فرصت را ندارید که شما برگردید. فرصت داشتید، شما 15 ساله شدید، به سن قانونی به تحت تکلیف آمدید و بالاخره تا 30 ساله و 40 ساله و 50 ساله و 60 ساله، 50-60 سال به تو عمر دادیم، وقت دادیم، فرصت دادیم. کلا، دیگه فرصت داده نمیشه. پس این آیه مبارکه اشاره میکنه که ارتباط به موت و ارتباط به مرگ. چون ما در این برنامه وقت ما به پایان رسید و انشاءالله آیات دیگر رو در برنامه بعدی به همراه شما مرور خواهیم کرد و همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه ما رو یاری کردید. انشاءالله در برنامه بعدی به همراه شما این سفر رو ادامه خواهیم داد با آیات دیگری از کلام الله مجید و صحبت‌های جناب مولانا. تشکر میکنم از حضور شما. ما هم شما بینندگان عزیز و گرامی را در این لحظات و در این دقایق تا جلسه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپاریم. الله سبحانه تعالی حافظ و نگهدار همه شما. و همیشه عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم. خدایا رو نگهدار شما.